بخیر. پینار جون اگر خواهی به همون رفتا و بازی کن. و خدا راست میگوید. و باز اگر لباس هایی در جز دانم بوده را مایلش فریده تو لباس فروشسته در مول کن دخترم. مایلش دیلگ اتاق خوابت رو به تو نشان میدهد. من باشم خریدین رو نگاه میکنم. مایلش خیلی خوب میشود. بیا بازی چون جانم. چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ کنی بیا اونجا رفته میشی. اونجا رفته. یعنی یک کمی نموده گم نمیزنی ها؟ چند بار به شما گویم چرا نمیفهمید در دستم نسخه‌اش رو ندارم؟ بگذار باشد من تو را آگاه نبودم. خانواده جای کار خلاص همه جا را کابید و باز آیلش را هم پرسید خبر دارد یا نه؟ نه نروید به خانه همون نروید یکیموز بابا هم دست نرسونید. خودت مرا مجبور کردی خانم فقط زود از پسی کار شوید. مایلش استید میگویم در کجا بودنش رو میگویم لیکن بابا هم دست نرسونید. الان خیر در آخر هم دیگر را فهمیدیم. پینار همینجاست. چرا آمده؟ نمیدونم. شناسی خانم آسیه بوده است. یک شب روز در همینجا میماند. وقتی که او را دیدید رویتان رو گردانید. یکون چیز پرسد جواب ندهید. حتی یک کلمه هم با او گپ نزنید. فهمیدید؟ فهمیده. چی شد؟ گپ زد؟ مثل بلبل سرایت جایش را گفت؟ در بانک در خزینه‌اش بوده است. سحری بر وقت به اونجا می رویم. این طور باشد نوبت دیگرانش خودی حاضر به حبسخانه خبر فرستید. همین شب چارهشان را بینند. مایلش اکا من زنگ میزنم. از یادم نرود 2 روز چشمانشان را از راننده نکنند. شکار کردنش معلوم نیست. اطاعت اکا. در وقتش آمدی. موی خوشکنک را دار. من موی هایم را خوش کنم. تو چی گفته ایستاده ای؟ مرا مسخره میکنی؟ نه اینقدر از خود مرا بهتر بیه. چرا؟ خدمتگار نیستی مگر؟ خانه های آدم ها را تازه نمیکنی مگر؟ فریده من به تو گفتم که چرا نشستی؟ به تو چی شد؟ چرا گپ نمیزنی؟ اول برای موی هایم رو خوش نمودم به من کمک می نمود خانم آسیه. البته فریده به او کمک کن. چی شد؟ امروز به تو چی شده است؟
روزانه وقت نشد که شناس شوی. برای همین شما رو به اینجا آوردم. گپ را دراز نکرده سخنت رو گوی. میخوام قاعده های اینجا را با شما مزانم. نه اومده شاید ندانید و من خوب گوش کنید. صاحب اینجا من هستم. همین که نای ما را گرفتید آبی دریا از حرکت میماند. این باشد دادری من است. اگر با او ضرر رسانید از اینجا زنده نمیبراید. من تکرار نمیکنم. چی کار میکنی؟ چرا آمدی؟ چه خیلی که خانم آسیا گفت ما سالها باز یک دیگر رو میشناسیم. تو چه نقشه داری؟ اول مکتوب رو پنهان کردی که موفق نشدی. حالا باشد از پسی من آمدی. من مکتوب رو یافتم، خواندم. یعنی دیر کردی. آن مکتوب را از کجا یافتی؟ از خانه پدرم یافتم. چرا تا امروز پنهان کردی؟ باید چیکار میکردم؟ پینوری که من میشناسم باید کایها به من میداد. وقتی من عذاب میکشیدم خوشحال میشد. مادامی که این کارو نکردی حتما یک نقشه دیگری داری. برآمده رو همش رو میگویی. تو همش رو میدونی. اگر نمیدونستی تا به اینجا نمی آمدی. من هیچ چیز رو نمیدونم. فریده اگر نروی هر قدر توانم بلند داد میزنم. داد زن. من باشم به خانم آسیا چه خیلی آدم بودنت رو میگویم. گفتن گیر اگر خواهی کنی بینیم در این نصف شب کی رو از نزدیک در کی مییابند ها؟ من بعد از پایت هستم. همه سرهایت رو فاش میکنم. مرحمت جو نکن. ای خدا این زن به کجا رفته باشد؟ شاید به بیمارخانه رفته باشد. ای همین طور است. بیا خورو در حبلشون گذاریم. من دیرتر اومده میبینم. آیلاش پروا نکن. زود رفته می آیم. مادر بس کنید اکنون. چطور بس کنم پسرم؟ زخم قلبم رو نمی بینی مگر چطور آرام شوم؟ با مرور زمان همش می گذرد. زمان برای من نمی گذرد پسرم. من همیشه خودم رو در همان روز فکر می کنم. تلفن مثل همیشه زنگ می زند. همیشه از دریان بیمار خونه می درایم و بعد همه یک چیز رو می گویند. یاشار مرد. یاشار مرد. یاشار. یا خدایا. یاشار مرد.
با این آدمان شوخی کردن در کار نیست. تا بر آمدنمان آنها ما را میکشند. عذاب‌های کشیده مادرم و احوال پدرم را خودت میدونی. باید هر چیز زودتر از اینجا آزاد شده به نزد آنها رویم. دشمن در تگ بینی امان است، لیکن ما هیچ کار کرده نمیتوانیم. ما را تهدید نمودند. پگاه در محکمه به چشمانمان نگاه کرده دروغ میگوید. میدونیم لیکن هیچ کار کرده نمیتوانیم. شرف فیگیل مدیر تو را جر بزند. برای چی جر بزند؟ برایت مکتوب اومده است. از کی اومده باشه؟ من از کجا میدونم؟ همه که رفتی میفهمی. از آدوکتت اومده است. چی نوشته است؟ از دعوا دست کشیدن رو خبر داده است. یگان کاری خطا نکنی، فکری اپات رو کن. فهمیدی؟ روز بخیر. خزینه‌ام رو کشودن میخواهم. مرا نشونیدید؟ زودتر باشید، من سراسیمه‌ام. مرحمت. با شما تا همینجا اجازت است. باید تنها صاحب خزینه به اینجا درآید. زود باش، تو را همینجا انتظار میشم. مایلش. چه گپ است؟ این آدم کیست؟ گوش کن، گویا تو مرا نمیشناسی. فهمیدی؟ یک دعوا گرفتم. آدمانی دیگر طرف از پسم هستند. با تو چه خیلی کمک رسانم؟ پلیس ها رو جیغ زنم؟ نه نکن، حیات جنت زیر خطر است. گوش کن، تو برای از اینجا گریختن با من کمک کن. اون طرفش رو خودم حل میکنم. در اینجا یک در پنهانی است، از آنجا برآمده گریز. مایلش، تو 5 دقیقه اینجا ایست. مایلش، بعد به پایان فرو. فهمیدی؟ مایلش. ببخشید، خانم میلی کجا شدند؟ خانم میلیک در درون است. کارش را تمام کرده میآید. من حقوقی به نزدش در آمدن رو ندارم. مرحمت بیایید. هیچ گپ نی، من همینجا منتظر میشم. به پایان بیایید. مرحمت. مایلش. ببخشید، ممکن است یک چیز پرسم؟ مرحمت. در آشیانه دوم در اتاق خزینه ها یک شناسم هست. رفته او را جیغ نمیزنید؟ اتاق خزینه ها در آشیانه دوم نیست برادر، شما خطا می‌کنید. پس در کجاست؟ اتاق خزینه ها در تخانه است. جناب یک دقیقه ایسته. جناب چی شد؟ دختر گریخت. شما از اون طرف پیش راهش رو گیرید. تو باشی با من بیا.
یافتید؟ نیافتیم. چرا نیافتید؟ با اون طرف روید. تو با من بیا. چی بودن غمی فرزند را من نقص میدانم خانم نباهد، لیکن گپی مرا گیری از این کار دست کش. فراموش کن، اینها از تو وابسته نیستند. من از برای همین اومدم. از دست تو می آید. از دست من می آید لیکن چرا برای تو کنم؟ برای من نه، برای دخترت میکنی. نفهمیدم. همینقدر کوشش نمودی یاسمن رو راضی کرده نتوانستی، او رو از امیر جدا کرده نتوانستی. انا این کار از دست من می آید. اتیلا رو یاب، من دخترت رو به خونت می فرستم و باز زوری و التجا به نظر می آید. بار دیگر روی امیر رو دیدن نمی خواهد. از دستت می آید؟ آنها را جدا کرده می توانی؟ فکر کن که جدایند. بیا جانکم. نگر یاسمن جان، خوش دامنت به خبرگیری تو آمده است. خوش آمدید مادر. همدردیم را قبول کنید خانم نباهد. خدا صبر دهد. صبر برای آدمانی بیچاره است. من حسابم رو برابر میکنم. خانم موسیه، شما رو ناراحت میکنم، اما خودتون میدونید که در مکتب روز دوشنبه در سر میشود. دیرکتور گفتند که روز یک شنبه اومده حجتهای کودکانتون رو سپارید. اگر اجازه دهید. رو از پای کارت شو. غیر از این مصرف مکتب چقدری که میشود همش رو خودم پرداخت میکنم. فهمیدی؟ سلامت باشید. و باز یک بار ممکن باشد به بیمارخانه رویم. کودکان بابایشون رو پزمان شدن. براستی میلش آنها رو به نزد بابایشون بر. تشکر زیاد. رفتیم. اینقدر مهربانید. میترسم که شما رو استفاده میکنند. چه خیلی استفاده؟ از روز اومدنم همین قدر فکر میکنم که این زن رو در کجا دیدم. خوشبختانه همین سرد به یادم اومد. فریده کلین همسایه ماست. نه خود؟ البته همدیگر رو خوب نمیشناسیم، لیکن درباره‌اش مردم محله اونقدر سخنانی خوب نمیگفتن. برای همین رو میشناسم. نه. چی میگفتند؟ به مانند غیبت، لیکن اونقدر چیزهای خوب نمیگفتند. مثلا چی میگفتند؟ مثلا خوشتومنش رو خیلی عذاب میداده است. نه دروغ است. حتی میگویند که خوشتومنش رو میزده است. چه خیلی میشود؟ آخر حاضر برای ایوده که خسورش از من اجازت پرسید. در اصل چگونه بودنی آدم رو هیچ کس نمیداند. مثلا کودکانش رو دوست میدارد، همینطور نه؟ بله راست. لیکن کودکانش چند مرتبه از خانه گریختند. بیچاره ها قریب میمردند. فریده؟ باور نمیکنم. شوهرش هم برای همین از وجود میشده است. البته اون نیز حق است. با این گونه زن تا کی طاقت میکند؟ برآمده میرود، هر وقتی که خواهد برمیگردد. به کجا رفتنش معلوم نیست. حالا باشد حجاب پوشیده است، به فکرش گناهایش را خدا میبخشد. به فکر من این کارش هم دروغ است. شناسایش او را دیده نشناسند، گفته حجاب پوشیده است. نه جونم، تو خطا میکنی.
با فکرم تو فریده رو با کسی دیگر مانند کرده ای. نه خانم اوسیا، باوری دارم تهمت نشود، لیکن دستش هم قلب است. فریده؟ در یک جا به کار در آمده بود، در آنجا دست به دزدی زده بود. باورم نمی آید. شوهرش او را از شعبه پلیس یافته است. فریده رو؟ التماس به او نگویید، شاید این همه تهمت باشد. چیزی خواستهشان مشکل است. اگر آقای جلال فهمند همهشان رو شکن میکنند. اکا چند مرتبه به شما فهموندم، با مدام گذاشتم او رو دستگیر میکنن. ادوکاتم دست کشیده است، شاید او رو تهدید نموده باشم. ما باید یک بالا کرده او رو به گپ درآوریم. کی امروز به لباسشویی خانه میرود؟ من میروم. تو امروز بیماری، هر دو اینها میروند. همین قدر کمک کرده میتوانم. تو لباسهای تازه را تخت کن. تو باشی لباسهای چریکیده رو به ماشین گذار. زودتر. تیز باشید، زودتر. نغمه نکنید، زودتر گفتم. خیلی جون بیدیم. قبضان خطا میکنید. اکای جلال هر دویتان را میکشد. جغزن پلید، اکای جلال را جغزن آمده تو را نجات دهد. قبضان زود وقتمون رو نگیر. من هیچ چیز رو نمیدونم. هر چیزی به من گفتن همون رو به شما میگویم. گوش کن، ما گناه نداریم، این رو تو هم میدونی. دادرم بعد از اینکه فرزنددار میشه بیگناه ما رو حبس میکنن. گفتم که من هیچ چیز رو نمیدونم. اگر به گپ آنها گوش کنم پس از یک چند سال از اینجا آزاد میشوم. در عکس حال پس از سود آنها مرا یافته به قتل میرسانند. به قتل. من برای تو شده در اینجایم. من چی گناه داشتم؟ چه گناه؟ اکا من خواستم به شما کمک کنم. اکا میشنوم. بگذار شنون، من به این هم مردم. اکا در کجایی؟ چرا لباس رو نشستی؟ خیز از جویت، خیز. در اینجا چیکار میکنید؟ احوال رفیقمان کمی بد شد، با او کمک نمودیم. خوب هستی؟ خوبم. خوب، بسیار نه. خیلی زود از پای کارتون شوید. بیا رفیق. او رو در مکتب به قید گرفتن؟ بله، روز دوشنبه به درس میروید. من جزدن نف میخوید. همه چیزاتون رو نف میکنیم. خانم اوسیا گفتن که هر چیزی که میخواهم بخر. سلام. این فخرها رو برای مولود پیغمبرمون نمودیم. در درونش حدیث‌های پیامبرمون نوشته شدند، یعنی سخنانی خوب. خدا از شما راضی باشد. بعضیشان رو به شما دادن میخواهم. مولود پیغمبر چه معنی دارد؟ در این هفته پیغمبر ما تولد شدند. برای همین باید در این روزها ما باید فقط کارهای نیک رو انجام دهیم. چرا گلی صدبرگ میدهید؟ گلی صدبرگ این شانه پیغمبرمون دونسته می شود. غیر از این پیغمبرمون گلی صدبرگ رو خیلی دوست می داشتند. حدیث های در درون لیفافه بوده رو ما خودمون نوشته. راست میگویی؟ صبر نصف انسان است. خیلی زیبا نوشته شده. سلامت باشی. بابا جان. بابا جان. خوش آمدید نبیرگانم. خوش آمدی. شما صحت شدید همین دفعه بابا جان؟ من خوبم دخترم. که از بیمارخانه جواب می شوید؟ هر وقتی که دکترها اجازه دهند همون وقت. فریده دخترم، کسی به عیادتم نامد.
پدر شاید از بیمارخانه خبر نداده باشند. شری نکن. به فکرم شما برای بابایتان چیزی آورده بودید. برای مولود پیغمبرمون هدیه دادم. ما اونها رو به شما آوردیم. نگر اینها چه چیز آموختند؟ نگاره در اینجا هم هست. یکیش را انتخاب کنید. این طور باشد. انا اینش. بده دخترم، من میخونم. در هر یک لیفافه یک حدیث جای دارد. خداوند هم درد و هم دوای را آفریده است. هر درد دوایی دارد. پس خود را تبابت کنید و از کار حرام پرهیز کنید. به سخنی دیگر چه حاجت؟ بیایید اکنون نوبت ما میخونیم. همه درخت میوه دارد. میوه انسان باشد کودک است. خوراک شماتون رو تیار کنیم خانم آسیا؟ نه تیار نکن. من گفتنیم که خوراکشون رو در بیرون بخوریم. یک طرف خونه خوبی رو میدانم. خوراکهایش هم با مزه. چی گفتی؟ خیریدین رو دل یک نگاه بین میکند. تو خواطر نشو. مایلش با اجازتتون. لیکن من لباس زیبا ندارم. نخود برای همین هم زیغ شوی. به حجره من برآمده هر لباسی رو میخوای ببر کن. این طور باشد من رفته آماده شوم. شما رو دوست میدارم. مرحمت. خانم آسیا مرا ببخشید. باور کنید اگر مجبور نمیشدم نمیام. آقای کمال این چی حال است؟ بیمار شدی؟ نه نشدم لیکن میشوم. آخر من به شما شیره چی بگذارید کمی گرم شوید. یخ من به شما چند بار گفتم که به خانه من بیایید. سلامت باشید. ناراحت کردن نخواستم. کمی پستوستانم گرم شود بعد بیروم. زودتر چای گرم بیار. کنار نیست؟ همینجاست حاضر می آید. بخیر است. با کجا؟ به طرف خانه رفتنی بودیم لیکن با این حال نمی رویم. در خانه می خوریم. این طور می شود مگر من آماده شده آمدم. نگرید با کجا می رویم؟ یکان طرف خانه خارجی است. موسیقی زنده دارد؟ نه موسیقی ندارد. هیچ کم نه. من خدا می سرایم در باغ گل دیدند اسمه پرچیدند. من با بالا می برایم. کنار به این سالهای نزدیک تر نمی شود. آمدم کنار آمدم. مرحمت خانم آسیا. نه آبرویش رو موندم نه اعتبار. چه گپی از دهانم برآمد گفتم. خانم آسیا رو آتشی نمودم. یک وقت بینم افتش تغییر یافته است. از هوش می رود گفتم ترسیدم. فهمو لیکن فریده غلا هم در خانه است. پس سخنانی گفته فایده ای نکردند. تو خواطر نشم. آهسته آهسته با اون نفرت می کند و در آخر از خانه پیش می کند می رود. الکه دلش خنک شد. اگر یک بار دیگر او رو به غضب آرم فریده رو از خانه زده پیش می کند. پیش از رفتنم در زیر جایگاه خوابش گردن بند رو می گذارم. به این هم در خانه نیست. یعنی خودت رو نشان ده پینار لیکن دانسته باش که تا پگاه این کار باید حل شود. ملش وقتی من رو نگیر خانم موسیقی من رو انتظار. دینار کمال تو در اینجا چیکار میکنی؟ دلم گفت که کمال خیز رو آنها به خوراکوری میروند. من هم دویده آمدم. کاری خوب کردی. راه گرد دردی سر راه گرد. گوش میکنم. بله همین جوست لیکن کمی بعد به خوراکوری میروند. کدام طرف خانه؟ بله میدونم. تو چشمت رو از آنها نکن. یکون گپ شد به من خبر ده. میخوایی خوراکشون رو در طرف خانه خوریم؟ بیا بحث کن تیمور.
این هم در خانه کسی نیست. خیر اما رو با پینور میبینی بعد چی؟ هیچ چیز. او رو از نزدیک دیدن میخواهم. دیدن گیر. خدای توبه. خانم آسیا در کجاین؟ خودش را او را داده ایستاده است. تو گذشته شین. من حاضر می آیم. با کجا جانکم؟ خانه از من نیست مگر به هر کجای خواهم می روم. راست است. خوابی خوش خانم فریده. این آخرین شب در این خانه می باشد. تو گمان میکنی که وای انصاف دارد؟ بغیر از انتظار شدن چاره دیگر نداره. همه به راه باید گفت و گفت بکنید. زودتر کنی برامدیم زودتر باید گفت گفت کردم گفت گفت بکنید. همه به بیرون رفته میبرم جمعه برو دستر کنی زودتر بچه برامدیم زودتر گفت بکنیم از کجا دارم جون خوبی کنی دستر چی شده باشه دکتر؟ امیر! کنی اینجا بیا سرته اما دروغ گفتن چی بود است؟ اکنون فهمیدی؟ در کجا بودنش را گوی نجات نیابی. مایلش میگویم، لیکن مرا رها میکنید. با اپام هم دست نمیرسونید. پروا نکن تا والدیس را به ما ده. مایلش در آشیانه سوم ایستگاه ماشین‌های حکومتی در اونجا یک ماشین است. رقم دولتیش 34 هده 5573. دیسک در اونجا است. مرحمت. می آیند به اونها نگاه نکن. خانم آسیا؟ اما جان چی تصادفه؟ شناس شوید. جیانم ایشین شوهرش تیمور. سلام. لازم نیست، ما به این هم یک گر رو میشناسیم. همین طور نه پینا؟ براستی؟ از کجا؟ بله تصادفاً یک وقتا شناس شده بودیم. مرحمت کنید، راست نیستید؟ همراه خوراک میخوریم. نه ما شما رو ناراحت نمیکنیم. این طور میشد مگر جانکم؟ چه خیلی ناراحت بگذارم روی ما نشینند. مرحمت. تشکر. گرفتم ممکن؟ از این برمی آید که شوهری پینور آقای کمال را هم میشناسد. شوهرش؟ البته نامش را بسیار شنیدم لیکن یکم بابا نخوردیم. بله. پینور شما آمای من را از کجا میشناسید؟ آنها یک جایه با من در شرکت ما کار میکنند. در شرکت؟ شما هم در شرکت کار میکنید؟ دیرکتور گنرالیان. یعنی سودخور هستید. صبح داشتم کارتان کار
کاغذ بازی. اوه چقدر کاری خوب. از این میبراید که من بعد زود وا میخوریم، زیرا ما نیز با قریبی در شرکت با کار در آمدنی مرا قید کردنی بودیم. ها بله درست، آقای کمال در شرکتی ما با کار شروع میکنند. خیلی نقص. پیش خدمت. اینطور باشد من سحری ساعت 8:30 میایم میشود؟ نه 8:30 بر وقت است، تقریبا ساعت های 9. هنوز من تلفن دارم، زنگ شما را انتظار میشوم. مایلش میشود. سلامت باشید. و تو یک کاری میابم که از اون کار سیر نمیشوی. هر شب خوش. شبی خوش جانکم. پسرم رو به جای من بوسه کن. البته دادا جونش. مایلش جانکم. شبی خوش. خیر خیر. چه شوخ است. راست. شبی خوش. تشکر زیاد. شبی خوش. حالا میبینی زیاد کار نکرده است. براستی این طور باشد تو بسیار عذاب میکشی. و خودم من خیلی زیخ شده است کنار جون. البته همین طور است. چیلوش از دستم کاری نمیوید. شکر که خریدین هست. فریده کمی پیشتر رفت. امروز روزی سودی شرف است. ما هم کمی دیرتر میبرایم. شما با کجا؟ من هم یکون روحش رو یافتم با سود میدرایم. خانم موسیا باشد با شرکت میرود. کنار تو درباره گردنبند گپ زن، از هممون کیم است؟ تو پروا نکن، نقشه گردنبند رو به من گذار. فریده تا پگاه در این خانه نمیموند. من خاموش میکنم. خیر تو بزدید. پینار اگر تیار شده باشی میرویم. تیارم؟ شما چقدر زیبا شده اید. تشکری زیاد. لیکن فکر میکنم که بجای این روی ما یگان گردن بندی زیبا می بود. خیلی زیبا می شدید. مایلش نخود سخنی تو رو رد کنم. تو هم برای خودت یگان چیز انتخاب کن. بیا میبینیم. مایلش میبینیم. بوریک نمی شود. نمی شود. این طور باشد؟ این هم نمی شود.
یعنی گردن بندی باشد که دقت جلب کننده باشد. فهمو این گونه گردن بند دارم. چی میخواهی؟ من فهمیدم. خدایا من باوری دارم که همینجا مونده بودم. چی شد؟ گردن بندتون نیست؟ نه، لیکن من باوری دارم که در همینجا گذاشته بودم. این طور باشد چی؟ نادرست نفهمید. شاید دزدیده باشند. دیلک لابای خانم اوسیا، اگر این کار رو کرده باشند زود همه جا رو دیده برو. یگان جای نمونده. فهمید؟ مایلش گذر. جانکم در سر راه نمیگذارد. درونی جوان زیر بالشتش را بکن. بیکاب زودتر. کشو همه رو. در اینجا یگون چیز نیست؟ بیکاب خوبتر. یگون چیز نیست؟ چل نیست کنی از اینجا یک طرفیست یک بستم خوبم. نیست؟ به خدا نیست؟ پدرم رو دیدم. میتوانیم مادر جون؟ میبینیم پسرم حاضر میآید. پدرم رو میبینیم باز او رو میبرن مادر. خدا پناه دیه دخترم. بیگناهیشون اثبات میشود. پدر جون شیرین نکنم. من چقدر خورسر شدم. کنی بچه ها یک طرف. امیر خوب هستی؟ از وقت از دعوا دست کشیده هستی امگه. چی؟ یگان کس هست. مرا میشنوید؟ در کجایید؟ یگان کس هست؟ چرا داد میزنی؟ بیسو رو گرفتید. برای چی مرا رها نمیکنید؟ دلم نمیخواهد. دروغ گفتید. مرا فریب کردید. چرا او رو نمیکشه؟ من نفهمیدم. چه فرق داره؟ خواه در اینجا خواه در سود. اگر به تو قصد شده باشی با آقای غالب زنگ زده پرس. اپای فریده یرسومن از وقت از دعوا دست کشیده است. اکنون چی می شود؟ نمیدونم. مادرم نفهمد. شاید همراهش برده باشد. هیچگاه در گردنش بسته نمیگردد. کایها فروخته است. خدایا این روزی سیاه است. نباید با او رحم نموده کمک میکردم. همش عیبی خودم. دیلک
لابه خانم آسیا زود حجره‌اش رو به ترتیب درآور. او رو در بالای گناهش دستگیر میکنم. هر قدمش رو نظارت کن. مایلش خانم آسیا. مرحمت. روز بخیر. روز بخیر. نام من بشیر از زرگرخانه می آیم. گردن بندتون را تعمیر کردند آوردم. مرحمت. من اون رو نزد زرگر برده بودم. نمیدانم با من دادن که بیارم. فهمو. تشکری زیاد. این چه خطاییه بود که من کردم؟ باور کرد؟ ولی اکا گردن من را گرفت مینداری هم نمود. اگر یکو خدمت شود من تیارم. البته. خیر. گمانبر شدگان شرف افیگیل و امیر افیگیل با جرم کمک بر راننده کم است برای گذراندن مواد مخدر که راننده با گناه قتل نوریالجو و شکیب تناغلو و هنگام ادای وظیفه زخمدار نمودن کارمند پلیس سینان تارون و کشتنش، قتل استای ماشین ستلمیش اشلتنی و با جرم همکاری با جنایتکاران و کمک با آنها را تحت نظر گرفته چنین عیب پیشنهاد میکند. یاری دهید مرا از اینجا براره. بس از اکنون یاری دهید. از اینجا برآمدن میخواهم. التماس با من کمک کنید. همه چیز رو گفتم برای چی برای اینجا نگاه میکنید؟ رهایم کنید. چه فرق دارد؟ چه حاضر چه یک ساعت بعد؟ همه چیز رو گفتم برای چی من آزاد نمیکنید؟ چرا رهایم نمیکنید؟ این اجادم دهید برای از اینجا رها کنید. دازن قلمتر دازن. التماس شما کیستید؟ امیر تو از واقعه های رخ داده خبرداری پسرم؟ مصیبت یکم با همسرشان خوب نبودند و خانه را ترک نمودند. بعد از آن گلخانه را به فروش گذاشتند. بعد نخست به یک جنایت مبتلا گشتنشان را به من گفتند. من با اون کس گفتم که نگریزند و آمده با پلیس تسلیم شوند. برای او را راضی کنانیدن به جای کارشان رفتم. گفتند که مرا به یک جنایت وزین تهمت میکنند. اون شب شوهرم به خونه که من کار میکردم اومد. خواست با هم آشتی شویم. دروغ میگوید. شرف جدا شدن است. او باشد میگوید اومد که آشتی شود. از نو اویلمون رو برپا نمودنی بودیم. یک چند دقیقه درونی موشه صحبت نمودیم. وقتی که من تکلیفش رو رد کردم درها رو محکم نموده ماشین رو
التماس کمی تسترونه تکا مالش خانم التماس به سود میروم فهمم تا قدر امکان کوشش میکنم اپایوش برداری تلفن رو آخه برداری چرا به امیر زنگ زدن نخواستی؟ همین رو میخواستم فهمیدن. نخواستم زیرا به این هم از نزد امیر گریختم چون که همراه پلیس ها آمده بود. او برادری من بود. با من پلیس بودنی او اهمیتی نداشت. او دادرم است. من از او کمک خواستنی بودم. هیچ نباشد از او مصلحت پرسیدنی بودم که چیکار کنم. لیکن او مرا دستگیر کردنی شد و من البته ترسیدم زیرا یک ماشین پر از مواد مخدر بود و باز یک آدم را به نخست پروندم. اکی من شخصی نیستند که به این گونه کارها دست زنند. برای همین خیانت نکردن مرا نیز میدانستند. من وظیفه‌ام را خوب انجام میدهم، یعنی فکر نمی کنم که برای گناهکار بودنشان گریخته باشند و به این کفالت میدهم. ببخشید پیشتون روی گفت کنید. زودتر باش. کسی به شما زنگ میزند؟ اسودی صادق زنگ میزند. نمون که همین بارها رو بذارم کنی اینها رو دار. به این همه دونستم که ملیک است. الو ملیک. اپا یایشه خوب هستید؟ خوبم دخترم، به خونه آمدیم. اپا به خونه نداروید، فوراً از اونجا دور شوید. فهمو؟ جنت رو گرفته زود به خونه یکم ملیک. چی شد دخترم؟ این بلو زنه تلفنم بود. الو بلو زند. در بلو هیچ کس نیست. مایلش میرویم. بیا اینها رو بذاریم، باز دیرتر زنگ میزند. همراهی کمیسر امیر در یک شعبه کار میکنیم. آقای شرف را باشد و شرافت امیر میشناسم. از بالای این حادثه همراه کار میکردیم. امیر برای برادرش را دستگیر نمودن همراه نیو بلکه تنها کار کرد. هر دفعه او را داشته نمیتوانستیم. ما همکارانش را به شبهه وادار نمود. فکر میکردیم که امیر برای گریختن اکش کمک میکند. خلاصه شما را فهمیدن میخواهم. به فکر شخصی شما امیر رفیقان و خویش اقربا و اکش را دستگیری میکرد؟ البته نه آقای سودیا. او چی ها میگوید؟ جنت ذره عقل داشته باشی اطاعت رو گرفته بر، از فکرت گرد. لیکن اگر بسود میدارم گویی مرحمت درو، ولی پس از برآمدن دیگر اطاعت رو نخواهی دید. پسرم دیسکی که شما را نجات میداد همین است؟ آقای سودیا با من گفته بود که برای گرفتن بیانات تعمیرچی رفته است و در وقتی بیانات گرفتن او را با کامیرا به نوار گرفته است. فرزندان من بگناهند. من اونها رو تولد کرده کلان کردم. نخود من چه بودنی فرزندانم رو ندانم. لیستو خلاصه کرده درست است.
سخن با همراه کار میکردیم. آنها مالهای کی را میدزدیدند؟ نامهایشان را به شما گفتند؟ با کسی چیزی نگفتم. فهمم. طبق دلیل های به پرونده آورده شده گمانبرها شرف و امیر افگیل ها را با سبب نرسیدن دلیل های منفی برای گناهکار کردنشان از همه جنایت ها بیگناه دانسته شود. خدا را شکر. Dios humano.